یک سایتی به نام tajikistan.com هست که فقط راجع به من مطلب و عکس داره. یعنی گویا اولین کنسرت من که 4 سال پیش در تورنتو برگزار شد، همزمان با اون شب این سایت باز شده. بسیار ازشون ممنونم، از تمام بچه هایی که تو سایت tajikistan.com هستن و یک سایتی هم هست به نام گوگوش لاو که فکر میکنم از ایران یا در اروپا، نمیدونم در کجان. خیلی ممنونشونم. خیلی بچه های ماهی هن. اکثرم جوونن، اکثرا نشون جوونن و جست گریخته چیزایی که تو سایتشون هست خوندم و خیلی ممنونشونم. نمیدونم چجوری ازشون سپاسگزاری بکنم و قرار بود که من براشون یه پیامی بفرستم که روی سایتشون بذارن. من فکر میکنم بهترین پیام از طریق دوربین تلویزیون شماست که بهشون بگم دوستتون دارم، خیلی ممنونتونم و همیشه مطالبتون رو دنبال میکنم. انشالله بتونم یه روز بیام تاجیکستان براتون برنامه اجرا کنم که جزء برنامه‌ام هست که جزء اولین کنسرت هایی که بتونم در خارج از امریکا بذارم. مطمئن باشید میام اونجا پیشتون. یه گوگوش.com هم مثل این که هست، اخیراً برای من یه چیزی اومده بود ازش. همونه؟ گوگوش.com یه سایتیه که چند نفر این از بچه های جوان که در امریکا هستن این سایت رو درست کردن زمانی که من ایران بودم. 4 سال پیشم یکیشون رو دیدم و این سایت رو در اختیار من گذاشتن. در کانادا غیر مستقیم به وسیله برادرم باشون در ارتباط بودم، ولی از اون زمان، از 2 سال پیش دیگه ازشون بیخبرم. ولی 1-2 بار مثل که تلفن زدن با مهرداد صحبت کردن، چون پیغامشون رو مهرداد به من داد و کامبیز هم گویای ایمیلی داشت و یک تلفن که اونم پیغامشون رو به من داد. انشالله فرصتی باشه که حضوراً ببینیمش. ولی مطالبی که توی سایت گوگوش.com هست هنوز از قول من نیست، یعنی از طرف من نیست، شاید از قول منه. بقیه سایت ها چی؟ تو هیچ کدوم از این سایت هایی که به نام گوگوش هست خودتو مطالب رو میبینی، میخوای انتخاب داری؟ گاهی دسترسی به کامپیوتر اگر پیدا بکنم مطالعه میکنم. ولی انتخاب نمی کنی مطلب رو براشون؟ نه خودشون کار؟ خودشون، بله. معمولا برنامه های تلویزیونی یا کنسرت ها رو گزارش میکنن یا مصاحبه ها رو پخش میکنن. از 25 دسامبر مطلب خیلی گذاشتن، به خصوص tajikistan.com و بچه های گوگوش لاوم که اصلا دیگه عزیزای منن. اگر قرار باشه که گوگوش بخواد یه پیامی بفرسته برای همین بچه ها، همین جوونا، بچه های سابق، جوونای سابق، همسن و سالای من، این 4 نسلی که گوگوش رو انقدر دوست می‌دارن، نمیگم پیامی، یه پیغامی. البته میتونی بگی همه این ترانه های تو پیام توه که واقعا هم خب هست، ولی نه، یه چیز خاصی که امروز بتونیم به مردم بگی.
این رو میتونم بگم: دلار نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. من یک 2 بیت شعر ساختم خیلی سال پیش در ایران، زمانی که تو همون رویاهای خودم بودم و دلم میخواست بهش دست پیدا کنم، در اون نشیبی که بودم و به فراز فکر میکردم. این 2 بیت رو ساختم که دلم میخواد در انتهای برنامه‌تون، در انتهای این مصاحبه بخونم. حتما. گفتم که در این خلوتگه امشب با خدا گویم که ای ایزد، ترانه خوانی و شعر و مناجات از تو انگیزد. چه گویم من که مهرم بر لب است از عشق لاهوتی، و کس را در حضور تو نمی بینم که برخیزد. واو. مناجات میکنی؟ همیشه. همیشه؟ مذهبی هستی؟ تا مذهبی رو چجا؟ نه، من دلم رو به خدا میدم. خدا نگهدارت باشه. خدا نگهدار همه باشه.